سلام، در این ویدیو قراره ببینیم که چگونه نمودار خورشیدی در برنامه تابلو درست میشه. نمودار یا چارت خورشیدی ترکیبی از پای چارت و دونات چارت که در قسمت هسته مارکتینگ معمولا مبلغ یا تعداد مجموعی نمایش داده میشه، در لایه دوم تعداد دستبندی ها نمایش داده میشه و در لایه نهایی اما اطلاعات و جزئیات مربوط به هر دستبندی میتونیم مشاهده کنیم. با کلیک کردن روی هر کدام از لایه ها میتونیم زیر مجموعه از اون هم مشاهده کنیم. قبل از اینکه بریم نمودار خورشیدی در برنامه تابلو درست کنیم، باید با نحوه ساخت دونات چارت و پای چارت آشنایی داشته باشیم. چگونه میتونیم ما یک نمودار دایره‌ای و یا پای چارت در برنامه تابلو درست کنیم؟ مجددا اولین شیت جدید رو باز میکنم، کاملا سفید. اولین کاری که انجام میدم از گزینه بالا قسمت مارکس از اتوماتیک روی پای تغییر میدم. میبینیم یک بخش بعدی هم به نام انگل ایجاد شده. کار بعدی که انجام میدم سلز و یا فروشات انتقال میدم روی زاویه یا انگل. فعلا مشاهده میکنیم که مبلغ 2,300,000 مبلغ مجموعی فروشاته. سایزر تمام صفحه میسازم برای اینکه واضح‌تر بتونیم مشاهده کنیم. و گزینه بعدی ما میخوایم هر قسمت از پای نشان دهنده یک کاتگوری باشه. کاری که انجام میدم کاتگوری میارم روی کار و فعلا مشاهده میکنیم که تکنولوژی، فرنیچر و آفیس سپلای هر کدوم از کاتگوری ها برای ما نمایش میده. واسه باشیم اطلاعات و جزئیات بیشتر مشاهده کنیم، کاتگوری میارم روی لیبل و همچنان سلز هم روی لیبل. میتونیم ما هم مبلغ مجموعه فروشات رو مشاهده کنیم و همین که هر کدوم از این رنگ ها مربوط به کدام کاتگوری میشه. به شکل میتونیم ما یک پای چارت در برنامه تابلو درست کنیم. گزینه بعدی دونات چارت. چگونه میتونیم یک دونات چارت درست کنیم؟ به ایجاد دونات چارت کاری که انجام میدم و فقط شیت دوپلیکیت میکنم. روی شیتی که فعلا دارم راست کلیک میکنم و دوپلیکیت. برای فعلا شیت قبلی یک شیت جدیدی هم درست شده. روی از این مینویسم دی چارت 2. خب کاری که ما در برنامه تابلو باید انجام بدیم دول اکسس چارت ایجاد کنیم. به مفهوم که از دوناتی که فعلا داریم یک دوپلیکیت روی خود شیت بگی. کاری که انجام میدم میام در قسمت روز و مینویسم average 0 انتر و برای فعلا دونات ما بر روی یک اکسس ایجاد کردیم. و خواسته باشم دو تا از این دونات داشته باشم، average 0 کنترل میگیرم و به سمت راست انتقال میدم و برای فعلا دو تا دونات به ما ایجاد شد. سایز کمی افزایش میدم و همچنان خطوط اضافه هم از بین میبرم. برای از بین بردن خطوط اضافه روی صفحه راست کلیک میکنم فرمت و از این قسمت ما هم لاین داریم و هم بوردرز که میتونیم اینا همگی به نل تغییر بدیم. ولی از اینکه خطوط از بین بردن، کار بعدی که انجام میدم این دو پای چارت رو با هم دیگه یک جا میکنم. برای یک جای کردن از اینا روی یکی از محورها راست کلیک میکنم و دول اکسس و فعلا این دو چارت با هم یک جا شده و در مرحله بعدی سینکرونایز اکسس که اطلاعات از اونها با هم یک جا بشه. برای فعلا هر دو چارت با هم یک جا شده. در مرحله بعدی می یکی از پای ها کمی سایز رو کوچکتر میکنم، رنگ رو تغییر میدم و تبدیل به یک دونات میشه. از چارت دوم استفاده میکنم، اطلاعات قبلی حذف میکنم و رنگ به رنگ سفید و همچنان سایز هم کمی کمتر میکنم. آره مشاهده میکنیم که ما پای چارت تونستیم به یک دونات چارت تغییر بدیم. تفاوتی که داره میتونیم مبلغ مجموعی هم در قسمت مرکزی این دونات انتقال بده. کاری که انجام میدم سلز روی لیبل و تغییراتی که نیاز دارم عنوان مثال مینویسم توتال سلز به شکل ما میتونیم یک دونات چارت در برنامه تابلو درست کنیم. خب چون دونات چارت یک محدودیتی داره که ما حد اکثر میتونه دو لایه داشته باشیم، پس مرحله بعدی که سانبرست چارت و یا نمودار خورشیدی، مشکلی که ما میتونیم با استفاده از ایجاد چندین لایه ما یک سانبرست چارت درست کنیم و یا نمودار خورشیدی. و کاری که انجام میدم در دور میام روی شیت جدید و کالکولیشن فیلد درست میکنم. در قسمت بالا کلیک میکنم کرییت کالکولیشن فیلد و از مپ استفاده میکنم، از یکی از فانکشن های مپ make point و میخوایم که روی نقشه یک پوینت صفر و صفر در دو محور ایجاد کنیم و در این قسمت هم مینویسم made point و apply.
خب در قسمت ببینیم که میک پوینت ما ایجاد شده. روی میک پوینت به کلیک میکنم و روی نقشه بریم یک نقطه کوچک ایجاد میکنه. و بعد از اینکه می‌خواسته باشم سنبرس چارت رو درست کنم، میام از قسمت اتوماتیک انتقال میدم روی پای و سایز هم بعد اکثر افزایش میدم. می‌بینیم که سایز هنوز هم قابل قبول نیست. با گرفتن کنترل و شیفت میتونم کنترل شیفت بی سایز به هر مقداری که خواسته باشیم افزایش بدم. خب برای فعلا این دایره نماینگر هیچی نیه و من سلز انتقال میدم روی زاویه و برای فعلا گفته میشه که 2,300,000 خورده مبلغ مجموع فروشاته. و میخوایم چون این لایه بیرونیه هر کدام سب کاتگوری بیان کنه. بعد سب کاتگوری میارم روی کالر و برای فعلا هر کدام از این رنگ ها یک سب کاتگوری نمایش میده. خب میان لایه بعدی رو درست میکنیم. میک پوینت روی لایه بعدی یک دایره خورده ایجاد شده. سایز افزایش میدم. اول روی پای چارت میاریم و بعد سایز بزرگتر میکنم. رنگ سفید انتخاب میکنم و کمی ترانسپرنسی میدم که جذاب‌تر دیده بشه. خب دوباره یک میک پوینت بعدی من هست یک لایه بعدی ایجاد میکنم و همچنان لایه چارت به پای سایز هم افزایش میدم. در این مرحله کاری که انجام میدم کاتگوری روی کالر و همچنان سلز روی زاویه. برای فعلا هر کدام از اینا یک کاتگوری برای من نمایش میده. و همچنین یک لایه اخیری هم اضافه میکنم. دوباره میک پوینت لایه چارت به پای تغییر میدم. سایز افزایش میدم و همچنان رنگ هم روی اوپاسیتی روی 80% و رنگ سفید. و فعلا ما میتونیم یک سنبرس چارت در برنامه تابلو ببینیم و مشاهده کنیم. چگونه بک‌گراند از بین میبرم. میام روی منو بار بالا مپ و بک‌گراند لیرز از این قسمت واش اوتر حد اکثر میکنه که ما بک‌گراند بتونیم از بین ببره و نقشه نیازی نداریم که ببینیم. و همچنان ببینیم که رنگ ها با هم دیگه منطبق نیه. ما باید رنگ آبی مقابل از اون رنگ هایی باشه که مربوط به کاتگوری آبی رنگه. و چگونه تغییرات رو انجام میدم. روی خود کاتگوری کلیک میکنم و از قسمت سب کاتگوری روی سورت از این قسمت میخوایم که ما به اساس هر فیلد یه اطلاعات فیلتر بشه. روی فیلد کلیک میکنم و کدام فیلد کاتگوری و به جای کانت هم از مینیموم استفاده میکنم. و فعلا مشاهده میکنیم که هر سب کاتگوری زیر مجموعه هر کاتگوری قرار گرفته. و از اینکه کم اطلاعات بهتر نمایش بدیم روی لایه بالایی کلیک میکنم. سلز روی لیبلز مبلغ مجموعی مشاهده میکنیم. اطلاعات هر سب کاتگوری خواسته باشیم ببینیم روی لایه سب کاتگوری کلیک میکنم و سلز روی لیبلز و همچنان خود سب کاتگوری روی لیبل اطلاعات از سب کاتگوری مشاهده میکنیم. و برای کاتگوری هم خواسته باشیم این کار رو انجام بدم باز هم سلز روی لیبل و کاتگوری روی لیبل و میتونیم رنگ هر کدوم از این کاتگوری ها رو بر اساس رنگ خود قسمت مرکزی تغییر بدیم. برای این کار میام در قسمت لیبل فونت و از این گزینه مچ مارک کالر رو انتخاب میکنم و رنگ هر کدوم بر اساس رنگ دایره از اونها تغییر کرده. میتونم اینا تغییر موقعیت بدم و به این شکل میتونیم ما یک سنبرس چارت در برنامه تابلو درست کنیم. این بود از ویدیو این هفته. امیدوارم که به شما مفید واقع شده باشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.